یکم زود نمیری مژگان جان؟ بله، ولی دیگه کاری نمونده، همه کارا رو انجام دادم. همه رو؟ بله خانم. پس بی زحمت الان وقت اضافه داری برو تو حیاط ماشین منم بشور. من وظیفم فقط تمیزکاری خونه است خانم، شرمنده. مگه نباید کارای توی خونه رو بکنی؟ بله. ماشینم تو حیاط همین خونه است دیگه. بله. پس وظیفت اگه من بخوام اونم بشوری. الان شما هم تو این خونه ای، من شما رو هم باید بشورم؟ دیگه لازم نکرده به خودت زحمت بدی بیا اینجا. برو تو حیاط واسه پولتو بیارم. پولتو بذار تو جیبت، ماشینتو ببر کار باش. شخصیت قائل بشیم به هم دیگه، جهانمون متفاوت خواهد شد. هر انسانی ارزشمند هست در جامعه. چرا بهشون شخصیت قائل نمیشیم؟ یکی فقط پول داره، ماشین داره، خونه داره، برج داره، جزیره، هر چی. یا بری تو زندگیشون میبینی که 1/1000 اون شخصی که داره زحمت میکشه